روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعات درباره قسما باز شدن راه دوشنبه چناق بعد فرآمدن ترمه در این شاهراه، سبب اخراج 40 مهاجر تاجیک از روسیه، زورآوری در نسبت زنان که باعث تلاش خودکشی یک عده زنان تاجیک شده است خبر می‌دهیم. شبانه روز گذشته در قلمرو ناحیه اشکاشی ولایت مختار کوهستان بدخشان لغزش ترمه به قید گرفته شد که بر اثر آن موقتا در کیلومتر 51 و 53 راه ماشینگرد خوروق اشکاشیم حرکت نقلیات باز داشته شد. این ترمه در قلمرو دهه دیژور جماعت دهات قوزید سرازیر شده است. برای برطرف نمودن پیامدهای آن از جانب وزارت نقلیات کشور تکنیکای مخصوص جدا شده، راه از برفتوده تازه و حرکت نقلیات دوباره از سر گرفته شده است. در همین حال مسئولین شرکت ایرس میگویند شب گذشته هم بارشات برف و فرآمدن ترمه در راه دوشنبه چناق ادامه داشت. این شرکت در خبرنامه چند لحظه پیش گفت حرکت ماشین ها از سمت خوجند به دوشنبه برقرار شد. ترمه‌فرایی در راه دوشنبه چناق بعد از ظهر 3 انور در بین کیلومتر 62 و 73 شاهراه آغاز شد. در نتیجه 25 ماشین در راه درماندند. با گسترش سرایت اومیکرون نوی تغییر یافته کرونا ویروس در تعدادی از کشورهای دنیا مکتب‌ها را بستند، کشتی‌ها لنگر انداختند و هواپیماها از پرواز ماندند. رئیس اونتاریو سرحالی ترین ولایت کانادا روز 3 انور گفت به سبب سرایت رکوردی کرونا ویروس مکتب‌ها را می‌بندند و درس‌ها آنلاینی صورت می‌گیرند. در برزیل امر دادند که کشتی‌های سیاحی کار را موقتاً بس کنند. در سراسر دنیا در 5 روز اخیر 5000 پرواز لغو شد و در این میان 1000 پرواز با سبب نرسیدن کارمندان شرکت‌های هواپیمایی که بیمار شدند صورت نگرفت. رئیس ولایت انتاریو گفت که به سبب موج عظیم بیماری بر علاوه مکتب‌ها، طربخانه و تالارهای ورزشی و سینما را می‌بندند. در اروپا از جمله هلند 30 نفر را که از محدودیت‌های روا به خشم آمدند بازداشت کردند. در بوتسوانا اعلام کردند که رئیس جمهوری این کشور افریقایی با کووید 19 گرفتار شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین در یک ملاقات تلفنی همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل روز 3 انور در این باره خبر داده گفته است پرزیدنت‌ها یکدیگر را با سال نو میلادی تبریک کردند. درباره این ملاقات رئیس جمهوران جزئیاتی بیشتر داده نشده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه 27 دکبر در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ روسیه شرکت کرد. ضمن ملاقات با پرزیدنت روسیه در دایره این همایش امامعلی رحمان گفت روسیه شریک اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان باقی میماند و کشورها روابط فرهنگی و همکاری ها را در بخش امنیت توسعه خواهند داد. سفارت تاجیکستان در روسیه از مهاجران تاجیک خواسته است پیش از سفر به روسیه اول تفتیش کنند که اجازه ورود به این کشور را دارند و یا نامشان در روی خط سیاه است یا نه. بنا به اطلاع سفارت سبب اصلی بند ماندن 10 مهاجر در فرودگاه دمدیدوی مسکو این بوده است که نام این مهاجران در روی خط ممنوع شده ها بوده است. بیش از 40 مهاجر تاجیک که قرار اخراجشان از روسیه صادر شده است با ارسال نواری به رادیوی آزادی از آن شکایت کرده بودند که با سبب برایشان نامعلوم 6 روز از جمله شب سال نو در فرودگاه مسکو درمانده اذیت کشیدند. سفارت تاجیکستان در روسیه اخیراً در خبرنامه گفت قسم زیادی این مهاجران را به وطن برگردانیدند و قضیه بقیه در بررسی است. در یک سال گذشته هزاران زاده تاجیکستان برای گرفتن مشورت و کمک‌های حقوقی به نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه مراجعت کردند. به گفته این نمایندگی در این مدت عاید قانونی‌گردانی بود و باش در روسیه به نزدیک 19,000 مهاجر یاری حقوقی رسانده شده است. نمایندگی در یک مراجعتنامه خود از مهاجران تاجیک خواسته است که قبل از سفر به روسیه با قانون‌های عمل کننده شناس شده هنگام وارد شدن به این کشور قانون را رعایت کنند، از جمله آنهایی که برای کار می‌روند
میروند باید در مهلت 30 روزی تقویمی خود را از قید حتمی دولتی، ایزی انگشت و عکسبرداری گذرانند. از تاجیکستان سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه میروند و شکایت از پایمال شدن حقوق آنها زیاد است. ارزیابی‌های دادرس‌های تاجیکستان نشان داده است که در کشور تعداد زیادی خودکشی در بین زنان با سبب جبر و ظلم و بی احترامی شوهر صورت می‌گیرد. بر اساس ارزیابی‌های 48 پرونده رسانیدن به خودکشی که دادگاه عالی سال 2019 انجام داده است، در 7 مورد زنان بنابر مناسبت بی‌رحمانه شوهر و یا تحقیر و لطوکوب شدن از طرف او خودکشی کردند. در 3 مورد دیگر مناسبت خسرو خوشتامن و یا والدان شوهر سبب شده است که کلین خانواده از جان عزیزی خویش دست بکشد. در تاجیکستان زورآوری به زن به گفته حامیان حقوق به اصطلاح رسم شده است. سال 2020 در تاجیکستان 295 پرونده زورآوری در عائله بررسی شده است. هرچند به گفته حامیان حقوق زن بسیاری از بانوان تاجیک با وجود جبر و ظلم اعضای خانواده و یا شوهر به مقامات انتظامی مراجعت نمی‌کنند. مقامات کشور برای پرزور کردن مبارزه با این ظهورات آخر سال 2021 خشونت به زن را جنایت اعلام کردند و برای آن جزای زندان هم تعیین شد. در ارزیابی پرونده‌های رسانیدن به خودکشی که دادگاه عالی نشر کرده است، آمده است که در عموم در 17 حالت جبردیده‌ها خود را آویختند. در 15 مورد با استعمال داروی زیاد خود را از زندگی محروم کردند. مقامات در ناحیه وخش گفتند سبب سوختار ارچه سالینوی استفاده ناجای مواد پیروتکنیکی یا خلاپوشکا بوده است. روز 3 انور ارچه 16 متره این ناحیه به کامی آتش رفت. نمازعلی سلیموف سردار اداره آتش نشانی ناحیه وخش گفت سوختار در نتیجه بازی کودکان با خلاپوشکا در اطراف ارچه سر زده است. این دومین ارچه کلان در منطقه باختر بوده است. در ضمن مقامات ارچه اساسی سالینوی شهر باختر را که 20 متر درازی داشت روز 3 انور جمع کردند. سبب زود برداشتن ارچه را از مقامات شهر باختر شرح ندادند، ولی به نظر ساکنان احتمال برای بی‌خطری از سوختار برداشته شده است. در ناحیه کوشانیان یک زن 20 ساله با اتهام دزدی کودک 2.5 ساله بازداشت شده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی بازداشت شده روز 5 دکبر به خانه فیضیگل رستمова ساکن همین ناحیه آمده خواهش کرده است که او را یک شب به خانه‌اش راه دهد. روز دیگر وی با استفاده از نبودن صاحبخانه در منزل کودکش را دزدیده با خود به شهر ترسونزاده برده است. در نسبت زنی بازداشت شده که قبلا برای دزدی محکوم شده است با ماده آدمربایی پرونده جنایتی باز کرده‌اند. با او از 6 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. در یک ماه اخیر پلیس تاجیکستان از 2 مورد کودک دزدی در کشور خبر داده است. اولی ماه دکبر در شهر دوشنبه یک زن 29 ساله هم با عین همین اتهام بازداشت شده بود. در ترکیه میزان تورم به بلندترین سطح در 19 سال اخیر رسیده فشار بالای حکومت را افزایش داده است. به حساب میانه نرخ محصولات استعمالی بیش از 36% بالا رفته است. ماه سپتامبر سال 2002 در ترکیه میزان تورم همین گونه بلند بود و در نتیجه بعد 2 ماه حزب رشد و ترقیات رجب طیب اردوغان سر کار آمد. موفقیت اردوغان و حزبش را به حل مشکلات تورم و وجه عموم بحران اقتصادی سال 2001 ارتباط می‌دهند. حالا میزان بلند تورم نرخ مواد غذایی، نیروی برق و نظام گرمایدهی را بالا برده است. کارشناسان یکی از سبب‌های به وجود آمدن چنین حال دخالت پرزیدنت اردوغان را به کار بانک ملی و سیاست اقتصادی مینامند. دوستان عزیز، اکنون برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهیم. بانک ملی امروز 4 انور $1 را 11 سوم و 30 درم تعیین کرده است. 1 یورو 12 سوم و 78 درم نرخ دارد. ارزش روبل روسی به شدت پایین رفته 1000 روبل رسا 150 سومانی شده است. بینندگان گرامی، تشکر که تا این ثانیه‌ها ما را تماشا کردید. سرخط رویدادها را به پایان میبریم. تا ملاقات نوبتی روزی خوب داشته باشید.